درود بر همه مردم شریف ایران. هموطن، اگه سر سوزنی نگران آینده فرزندت هستی، اگه سر سوزنی عشق ایران تو دلت داری، این پیغام منو تا آخر گوش کن و منتشر کن که همه ایران بدونن. بزرگترین چالش این روزهای کشور ما حجاب نیست، گرونی نیست، آلودگی هوا نیست، بیکاری نیست، دلار نیست، بیابی نیست. معضلیه به نام افغانی که به اسم پناهنده و مهاجر از شمال تا جنوب ایران گرفتن. تهران شده کابل، اصفهان شده قندهار، کرمان شده مزار شریف، کیش شده بدخشان، مشهد دیگه اصلا نگو. نصف بیشتر این اجنبیات تو گروه های طالبان و داعش و القاعده و کوفت و زهرمار بودن که جنگیدن و از هر کار دیگه‌ای بهتر بلدن. نه خانواده دارن، نه رحم دارن، نه شعور درست حسابی دارن. تمام تهران از ورامین و رباط کریم و دماوند و لباسون و همه جا شده افغانی. میدون آزادی، تهران اصلا جمعه ها شده محل اجتماع کبیرشون. تو آبسرد دماوند هیچ کس نمیتونه سرایدار ایرانی داشته باشه. انقدر تعداد افغانیاش زیاده که ممکنه شبونه برن و اون سرایدار ایرانی اصلا بکشن. این کارفرماهای خائن، کارخونه‌دارای خائن، حتی ساختمون سازا با این بهانه که کارگر افغانی بهتر کار میکنه و بیمه نمیخواد و سنوات نمیخواد، تو این سالا این بلا رو سر کشور ما آوردن، در صورتی که برای کار کردن متعهدتر، دلسوزتر، کاریتر و متخصصتر از ایرانی برای ایرانی نداریم. یه خواننده افغانی بود میخوند شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. راست میگفت، به خدا راست میگفت، چون همشون اومدن ایران. مرزداری ایران انقدر قویه که یه کولبر از زیر دستش رد نمیشه. پس این بی پدر مادره از کجا میان؟ شما از هر بندری بخوای با قایق بیای کیش تا کیف دستیتون رو میگردن. پس این بی همه چیزا چجوری شدی 40-50 تا با قایق میان کیش؟ امشب میرسن فردا خونه دارن و میرن سر کار. سوپرمارکت ها، رستوران ها، شهرداری، کارهای صنعتی، مکانیکی، کارواش، همه رو گرفتن. شما الان بیا با یه قایق و یه قلاب برو تو دریا واسه ماهیگیری، 20 دقیقه نمیشه گشت دریایی بالا سرت و مجوز میخواد. خب شما که انقدر نظارتتون قویه، پس این بیناموسا چجوری میان تو کیش؟ به خدا جمعه ها بعضی از ساحلا با خانواده نمیتونی بری. نماز جمعه شون تو محله عربا وقتی جمعیتشون رو میبینی وحشت میکنی. انقدرم پر رو و وقیح شدن معلوم نیست اصلا از کجا حمایت میشن. یه جوری باهات صحبت میکنن انگار تو اومدی تو کشور اینا. آقای مغازه‌دار، آقای کارخونه‌دار، ساختمونساز، املاکی، اگه واقعا نگران آینده فرزندت هستی، این آینده‌ای که میگم 50 سال دیگه نیستا، با این رویه حتی شاید کمتر از 10 سال دیگه. به اینا کار ندید، جا ندید، حمایت نکنید، وگرنه باید منتظر یه حرومی مثل محمود افغان باشین